خلاصه با وجود همین به یک حجره مسجد ماند، ولی روزایی که ماهانه می دیدن می برآمدند، در حجره الهیده زندگی می کردند و حضرت مریم پر به عبادت الله تعالی مشغول شد می بودند. و اینجا الله تعالی میگه که وذکر فی الکتاب مریم، شما به خاطر بیارید در قرآن کریم یا مراتب قصه حضرت مریم را. اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، چون از اهل و عائله نزدیکانش اعتزلت. انتبذت یعنی اعتزلت، به اینجا به معنای یعنی گوشه رفت، جای بی آدم رفت. میگن که عادت ماهانه دیده بودن، پاک شدن برای غسل کردن. اون زمانه ها یعنی مردم برای قضای حاجت یا برای غسل کردن به جای بی آدم می رفتن، خلوت. یعنی جا رفتن برای غسل کردن. فاتخذت من دونهم حجابا، بین مردم و بین خودشون یه حجاب گرفتن. حجاب به معنی پرده، یعنی در یک پشتی پرده گذاشتن تا اینکه غسل کنن. و وقتی که این عملشان را اجرا کردن، الله تعالی میگه که فارسلنا الیها روحنا، ما به نزد او روح خود یعنی جبریل را فرستانیدیم. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل در صورت یا آدم پره، یا آدم خوشرو و آدم مکمل، یعنی تمام الخلق به نزد حضرت مریم آمدن. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم گفتن که من از تو پناه می طلبم به سوی الله اگر تو تقوادار باشی، اگر ذره در قلب تو ترس الله تعالی باشد، من از تو پناه می طلبم، از بدی تو، از ضرری تو به الله تعالی پناه می طلبم. چون در جای خلوت یعنی این مرد رو دیدن. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، گفت که من فقط همین که فرستاده پروردگاری تو هستم، من فرشته هستم، یعنی نماینده الله تعالی، فرستاده الله تعالی به سوی تو هستم. لاهب لک غلاما زکیا، من برای تو غلام یا پسر بچه با عقل، یا پسر بچه بزرگ را به تو دهم، من با همین وظیفه آمدم. قالت ان یکون لی غلام، گفتن که از کجا من صاحب پسر میشم، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، آخه به من دست آدمی نرسید است، من دختری بدکار نبودم، زشتکار نبودم، فاحشه نبودم، از کجا به من پسر شود؟ قال کذلک قال ربک هو علی هین، همین گونه پروردگاری تو گفت که این کار برای من آسان است. ولی نجعله آیه للناس و رحمتا منا، ما این پسری که از تو به دنیا می بیاید، الله تعالی گفت که ما این آیت برای مردم میگیم، یعنی علامت برای بزرگی قدرت الله تعالی، علامت قوت الله عزوجل، که الله تعالی قدرت دارد، به همه کار قادر است، میتواند انسان بی پدر به دنیا بیارد. ما این کار را کردیم، این برای مردم علامت است برای قدرت ما. و رحمتا منا، و این مهربانی از جان ما بر سوی مردم است. و کان امرا مقضیا، و این یک کاری که در تقدیر حکمش برآورده شدگی نمی شود، یعنی این چیزی که این رد کرده نمی شود. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ناگاه حضرت مریم حامله دار شدن، یعنی در حال در شکمشان حمل را حس کردن. یک طرف ایستادن، یک بعیدا من اهلها، یعنی از مردم کمتر با اطرافتر رفتن. فاجاءها المخاض، ناگاه درد کودک گرفت، یعنی در حال وقتی که حضرت جبریل از همینجاشون پوف کردن، از سوراخی گریبانشان شکمشان دم شد و کمتر دورتر رفتن، ناگاه دردی فرزند که ایشان رو گرفت. بعد مجبور شدن به نزد درخت خرما روند تا اینکه درخت را مستحکم دارن از شدت درد تولد. بعد گفتن که یا لیتنی میت قبل هذا، ای کاش پیش از این حادثه می مردم. و کنت نسیا منسیا،
یه شخص میشنم که فراموش شده، هیچ کسی من نمیشناسد، در خاطری مردم نیستم. کاش که همین خیر میشدم. بسیار غمگین شدم که من یک زنی پاک هستم، دختر هستم، پاک هستم. برای چی این حادثه شد؟ برای اینکه مردم درست نمیفهمند. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. ناگاه حضرت جبریل از پایان ندا کردند. حضرت مریم بالاتر برآمده بودند. حضرت جبریل یعنی در صورت مرد بودند، در پایان از پایان ندا کردند که الا تحزنی، غمگین مشو، الله تعالی در زیر پایت آبی جاری میدهد. همونجا یک جویباری کلانتری بود که آب نمی آمده بود، آب آمد. بعد الله تعالی گفت که وهزی الیک بجذع النخله، همین درخت خرما را لرزان، تساقط علیک رطبا جنیا، به تو خرماهای تر میریزد. و خرمای تر از ماهای ایون شروع تا اوگوست، سپتامبر، ابتدای سپتامبر هم بعضی خرماهای دیرپزک میپزد. یعنی این قدر در دیار گرم باشد هم خرما در یک سال یک مراتبه حاصل میدهد. این هم باشد ماه می شروع میشد بعضی پیشپزک هاش و ماه اوگوست و سپتامبر میپزد. و این دلالت میکند که حضرت عیسی علیه السلام در فصل تابستان تولد شده، نه در فصل زمستان. بنابراین تمام دنیا کسانی که این جشن را قید میکنن و این روزی تولد عیسی علیه السلام هستند، اینا یعنی در غیر مکانش. تولد حضرت عیسی در تابستان بود و تولد حضرت عیسی علیه السلام نه در قرآن، نه در انجیل و نه در یگان کتاب با سند صحیح روزی معین حتمی فلان روز ندارد. همش تخمینی هست و غلط است. خب فکلی و اشربی و قری عینا، الله تعالی گفت که همین درخت خرما رو بلرزان، برای تو خرماهای تر میرزد. رطب این خرمای تر است که این خرمای تر به دیار خنک رسیده نمی بیاید مگرم اگر در یخدان ها جای کرده بیارن. به واسطه یخدان ها اگر بیارن می بیاد. و الا این در جای ما یعنی بسیار مردم فقط تمر میخورن، نه رطب. تمر یعنی خرمای خشک شده، خرمایی که آبش رفتگی هست، فقط شیرینیش باقی مانده است. خرما از همه حالت بهترینش حالت رطبش هست، حالتی که حالی آب دارد، شیرش کمتر به جای شیره آب دارد. شیرش هم هست ولی آب دارد، سیراب است. یا با مزه ترین حالتش، بخش لذت ترین حالتش عینی رطب است. و این دلالت میکند که برای زنهای حامله دار خرمای رطب خیلی فایدهش است. چون که الله تعالی این پیغمبر را خودش یعنی اهمیت داد و این فرمان الله تعالی هست که درخت خرما را لرزان و تو خرماهای تر میرزد. فکلی و اشربی، از خرما بخور و از این آبی که در زیر درخت خرما جاری هست بنوش. و قری عینا، و این فرزندت که تولد میکنی نوری چشمی تو باد. فاما ترین من البشر احدا، اگر اگه آدم بینی حال حضرت مریم با کودک مردم میبینه چی میگود؟ اگر بینی گو که فقولی، بگو به آنها که الله تعالی با این گبزنی یاد داد، اینی نذرت للرحمن صوما، من به سوی پروردگار رحمان نظر کردم که از سخن کردن خودداری کنم. نظری یعنی روزه، یعنی روزه اصلا به معنی خودداری، خودداری از طعام و شراب نه، خودداری از سخن. من نظر کردم به خاطر الله که صوم دو، یعنی خودداری کنم. فلن اکلم الیوم انسیا، امروز با جنسی انسانیت سخن نمی کنم. الله تعالی حضرت مریم وقتی که کودک رو تولد کردن خواستن که به یگان شهر یا دیگر دنیا روند، مقصد به یک آخری دنیا، به یگان دیه، یگان دوردست جا روند که هیچ کس مریم رو نشناسد. چون که حضرت مریم با عفت
و با پاکی، چونکه و کفلها زکریا. حتی در کفالت مریم آدم ها قرعه پرتایی کرده بودن. هر یک آدم میخواست حضرت مریم رو در کفالت خودش گرفته نگاه و بین کنن. اینها قرعه میپرتافتن که قرعه به زکریا علیه السلام پیغمبر بودن. اونو در یک زمان یکچند پیغمبر رو در یک جا زندگی میکردن. حضرت عیسی هم زکریا رو دیدن، میگن شوهری خالشان بود، هم فرزندش یحیی رو دیدن خاله بچه‌شون، هم عیسی. یعنی در یک زمان 3 پیغمبر بودن.